سلام، امیدوارم کارتون عالی باشه و سرشار از انرژی باشید. من سجاد سیرجانی هستم و قراره راجع به فراموش کردن گذشتمون تو این ویدیو صحبت کنیم. همه ما وقتی به گذشته فکر میکنیم احساسای مثل غم، ناراحتی، حسرت میاد سراغمون که ای کاش توی گذشته یه انتخاب بهتری میکردیم، یه کاری که الان میدونیم درسته انجامش میدادیم. اما میخوام بهت بگم اصلا خودتو سرزنش نکن. در گذشته اون تصمیماتی که گرفتی بسته به محیطت، آدمایی که باشون رفت آمد میکردی، شخصیت، طرز فکرت، اون تصمیم رو گرفتی و اون زمان از نظر خودت بهترین تصمیم رو گرفتی. پس خودتو سرزنش نکن. وقتی به گذشته فکر میکنی از لحظه حال عقب میمونی و بعدم از آینده عقب میفتی. پس ما در حقیقت باید توی لحظه حال زندگی کنیم و یک تصویر مثبتی توی ذهنمون نسبت به آینده داشته باشیم و تمام تمرکزمون بذاریم روی هدفامون، روی تصمیماتی که میتونیم برای زندگیمون بگیریم تا زندگیمون بهتر شه. مثلا باشگاه بریم، مثلا کتاب بخونیم. وقتی خودتو مشغول میکنی کمتر فکر گذشته میاد توی ذهنت. ببین ما توی خونمون دستشویی داریم دیگه، نمیتونیم از خونمون بندازیمش بیرون که، ولی داریم باش زندگی میکنیم. یعنی راه کنار اومدن با دستشویی که توی خونمونه رو یاد گرفتیم. حالا گذشتمون هم همینه، افکار منفی هم همینه. نمیشه بریزیش بیرون از ذهنت، اما میتونی راه کنار اومدن باشو یاد بگیری. وقتی حساسیت پیدا میکنی، روش حساس میشی که چطور گذشتم رو پاک کنم، چطور از بین ببرمش، فکر گذشته بیشتر میاد تو ذهنت، چون داری بهش توجه میکنی، داری به این فکر میکنی که چیکار کنم از سرم بپره، چیکار کنم فراموششون کنم اون خاطرات بد گذشتم و همین باعث میشه که دوباره احساس غم و ناراحتی و اندوه بیاد سراغت. پس به شما خودتو سرزنش نکن، چون اون زمان از زندگیت بهترین تصمیم رو گرفتی و وقتی این موضوع رو میپذیری که خودتو سرزنش نکنی، اون زمان از زندگیت بهترین تصمیم رو گرفتی، اعتماد به نفست میره بالا. اعتماد به نفست که میره بالا، احساس بهتر نسبت به خود پیدا میکنی، خودباوری میرسی، انگیزت بیشتر میشه. از اون تصمیماتی که در گذشته گرفتید و اشتباه بوده از نظر خودتون بهش توجه نکنید، چون اون گذشته کاری نمیتونی انجام بدی که. باید روی لحظه حال تمرکز کنی که آیندت رو بتونی بهتر بسازی. پس هدف داشته باشید، خودتون رو مشغول کنید، به گذشته فکر نکنید. یعنی حساس نباشید، روش کنار بیایید باش، اشتباهاتتون رو بپذیرید، خودتون رو سرزنش نکنید. حالا بعضی ها هستن مثلا با یک آدمی توی رابطه بودن یا یک عزیزشون فوت کرده و یاد خاطرات که با اون شخص داشتن میافتن. اینجا باید چی کار کنیم؟ ببینید هر چیزی که مربوط به اون آدمه رو از زندگیتون بیرون کنید. مثلا اگر با یک شخصی توی رابطه بودی و عکسای دو نفرتون الان توی گوشیت داری نگاه میکنی یا پیج اینستاگرامشو داری، هر چیزی که مربوط به اون آدمه، عکس دو نفره است، یادگاری پیج اینستاگرامه، اینا رو حذفشون کن، نذار جلو چشت باشن. اگر یه چیزی هست که مثلا تو رو یاد یه آدم میندازه که خاطره اون آدم باعث میشه که احساسای بد مثل غم و ناراحتی و اندوه بیاد سراغت، اون چیزایی که تو رو یاد اون شخص میندازه رو از زندگی بیرون کن، نذار ببینی جلو چشت باشه. مورد بعدی، سعی کن از گذشته درس بگیری. از اشتباهاتی که توی گذشته انجام دادی درس بگیر و زندگی بهتری الان واسه خود بساز. و خیلی ها فکر میکنن چون توی گذشته تصمیمات اشتباه گرفتن، اتفاقات بدی واسه شون افتاده، قراره توی آینده هم همین اتفاق بیفته. شما گذشتت با آیندت هیچ ربطی به هم دیگه نداره. یعنی اگر توی گذشته اتفاقات منفی واسه افتاده، اتفاقات بدی واسه افتاده، قرار نیست توی آینده هم همون اتفاقات واسه بیفته.
میتونه آیندهت پر از اتفاقات خوب، پر از اتفاقات مثبت باشه. یعنی دیدگاه نسبت به آینده مثبت باشه و دیدگاه نسبت به گذشته هم درس گرفتن باشه. این طرز فکر خیلی کمکتون میکنه و اون استرستون رو کمتر میکنه. سعی کردم که اطلاعات کاربردی رو بهتون ارائه بدم تا بتونید با گذشته‌تون راحت تر کنار بیاید. تمرکزتون روی آینده باشه، روی اینکه چطور آینده بهتری واسه خودتون بسازید و از من حمایت کنید. ممنونم ازتون. این ویدیو رو لایک کنید، عضو کانال من بشید. دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.